نوشته چرا به مسیح علی نژاد میگید نوچه رژیم؟ ببینید ایشان، من کاری ندارم به عکسایی که داره با رهبران و نمیدونم قربون صدقه آقای خاتمی میره. ببینید سیستم اطلاعاتی همیشه یک کارگارهای بدیل سازی دارن. در این دوره اخیر ما حداقل بیش از 200 نفوذی به اصطلاح مشخص آشنا شدیم. از اکبر گنجی بگیر، سازگارا بگیر، از سفیرانی که ناگهان استعفا میدن. این سیستم من چون شوروی رو خیلی خوب میشناسم و نحوه سقوطش، برای همینم برداشتم و تفسیرم اشتباه نبوده. چه کسانی رو رژیم به موقع برای شما میفرسته به خارج و در شما نفوذ میکنه و الانم به بچه ها گفتم شخصیتی میفرسته که شما فکر میکنید سلطنت طلبتر از تمام سلطنت طلبای دو آتش است. بعد برای شما یک لیبرال میفرسته. من هرگز ایشون رو قبول نداشتم، اعمالش هم نشون داده. حالا چرا پروموت شد اون یه مسئله دیگه.